سلام همه دوستای گلم، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال کریپتو بال. دوستان ببخشید ما رو چون تو یوتیوب زیاد فعالیت نمی‌کنیم، فعالیت اصلیمون تو تلگرامه، ولی هر از چنگایی که نیاز باشه ویدیویی گرفته بشه تو یوتیوب قرار داده میشه. 100% تو کانال تلگرامی ما عضو باش. امروز اومدیم در مورد یه بات صحبت کنیم که خیلی هم اوکیه، هم پرداختیش اوکیه و هم خیلی هم راحته. ببینید کلیک بی، حالا دوج کوین یا شیبا یا لایت کوین، این سه تا ارز رو میده. سه تا بات مختلفن که شبیه به همن، دقیقاً سازندش یکی بوده و این ارزها رو به راحتی میده. ببینید وقتی روی استارت بزنید چند تا قسمت داره: ویزیت سایت، جوین بات، جوین تلگرام، مور. با این 4 تا شما میتونید ارز مورد نظر رو به دست بیارید. الان نگاه کنید، من توی قسمت دوج کوین نشم. شیباشو چندین بار برداشت زدیم داخل کانالم گذاشتیم، دوج کوینش هم تو کانال قبلیمون گذاشته بودیم و لایت کوین هم داره. خب ببینید برای اینکه با محیط بیشتر آشنا بشید، خب یه سری از دوستان کار کردن و برای دوستانی که با این ربات آشنایی ندارن، ببینید ویزیت سایت رو که بزنید، اگر تسکی اینجا قرار داده شده باشه یه دونه چیز میاد اینجا، شما روی اوپن ضربه میزنید و ثانیه شمار میره و برمیگردید، مقداری به شما دوج کوین میده. خب حالا رو بک میزنیم. روی جوین بات که بزنید، ببینید الان اینجا یه دونه تسک داره. خب شما روی استارت، ببینید روی این قسمت باید ضربه بزنید. بعد از اینکه ضربه زدید دیس لینک رو انتخاب میکنید و میره روی لینکی که گفته، یه دونه استارت میزنید و یک کدوم از این ها رو خب شما باید برگردونید به خود بات. ببین من الان شیباشو زدم، الان دوج کوینش، ببینید ما برای دوج کوین داریم میزنیم، میاد باز برمیگردید به اینجا و هدایتش میکنید به این. نگاه کنید الان این مقدار دوج کوین به من داد. خب این از این که همیشه قسمت بات هاش چون هیچ کار خاصی نداره مقدار کمتری هم میده، ولی تسکاش فراوان‌تره. قسمت جوین چنل هم یه کانال باید مثلا عضو بشیم. اگه تسک داشت، ببینید داره هر روز تسکای مختلف میذاره. شاید یه ساعت پیش یه سری تسکا داشته من نبودم و دیگران زدن، به حد نصاب رسیده دیگه تموم شده. خب الان کامل توضیح بهتون. حالا برمیگردیم. قسمت مورم دو تا قسمت داره: توییتر و ویو پست. ویو پست هم یه چیزی تو مایه‌های همون ویو سایت. خب روش ضربه میزنید و چیزی اومد وای میستید 10 ثانیه رو قسمت استارت میزنید و مقدار برای شما ارسال میشه. خب ولی قسمت توییترش، ببینید اولا اینکه شما باید توییترتون رو وصل کنید. خب دوم اینکه قسمت توییتر همیشه مقدار بیشتری ارز میده. خب از این قسمت که فالو، کامنت، ریتوییت، لایک داره، قسمت فالو هم مثلا مقدار بیشتری میده. خب من تو تسکای شیبا یادم مثلا قسمت جوین تو کانال مثلا نهایتش 1000 تا بده، 500 تا میده. قسمت ویو سایت نهایتش 500 600 تا بده. قسمت بات نهایتش 200 تا بده، ولی قسمت توییترش فالوش 6000 تا به بالا میده، یا مثلا ریتوییتش 1500 تا به بالا میده، کامنتش 1500 تا به بالا میده، لایکش 2000 تا. اینم دقیقاً مطمئنم توی همون رنج میده، ولی خب چون دوجه مقدارش مثلا کمه، حالا من نزدم نمیدونم. امتحان کردم قسمت فالو و کامنت و لایک الان هیچ تسکی وجود نداره، ولی قسمت ریتوییتش تسک وجود داره. اینجا نشون میده که میگه آیدی من چیه، باید با همون آیدی وارد این توییتشون بشم و ریتوییت کنم. خب من وارد بشم، منتظر میشیم تا توییتر بیاره بالا، چند ثانیه صبر میکنیم. خب بعد از اینکه پست اومد بالا، گفته بود شما فقط باید ریتوییت کنید، ما ریتوییت میکنیم و برمیگردیم به بات. خب اینجا حالا ریتوییت کردیم، رو قسمت دان ضربه میزنیم، یه چند ثانیه باید صبر کنیم. ببینید اینجا گفته باید بررسی بشه، ما یه چند ثانیه صبر میکنیم. خب الان نگاه کنید به نسبت تسکای قبلی ریتوییتش نگاه کنید 14 دهم دوج کوین، مقدار خوبی. خب حداقل برداشتش الان بهتون نشون میدم. ببینید شما وقتی روی بالانس الان ضربه بزنید، به من میگه من این مقدار دوج کوین الان دارم، رو ویدرا ضربه میزنم و میگه حداقل برداشت 3 دوجه. خب توی شیبا 30000 تاست و لایت کوین هنوز نگاه نکردم. خب اینم از قسمت برداشتش و بریم اثبات واریزیاش هم بهتون نشون بدم. خب ببینید دوستان، 3 تا لینکو قرار میدم: بات دوج، بات شیبا، بات لایت کوین. و الان میریم داخل بات شیبا. من میخوام فقط ببینید من خودم کار میکنم روش. قسمت بالانس رو بزنیم، 45000 تا شیبا موجودی منه. رو قسمت ویدرا هم بزنیم، من میتونم به راحتی برداشت کنم، ولی دارم بیشترش میکنم که یه جا برداشت کنم. میخوام مثلا یه دفعه 100000 تا شیبا برداشت کنم. بریم داخل کانال، اثبات برداشتی هم بهتون نشون بدم. ببینید همین دیروز
من 30,000 تا دیگه برداشت کردم، 30,004 تا دونه. خب ببینید 30,004 تا برداشت کردم. اینجا توی تراست والت خودمه، یا توی پست مربوطم بریم گذاشتم، ولی خب این مقدار بریم بالاترم باز نکنید. توی این قسمت یه 30,000 تا دیگه برداشت کرده بودم، نکنید یه 30,000 تا دیگه برداشت کرده بودم. اینم فقط نکته آخر این که تو روزای تعطیلات اونا، یعنی شنبه یک شنبه اونا برداشت نکنید، چون به تاخیر میفته برداشتتون، ولی در غیر این صورت زیر 5 دقیقه براتون ارسال میشه. برای من که همش زیر 1 دقیقه ارسال شده. حالا من دارم سقفشو میگم. دوج کوین و لایت کوینش هم دقیقاً امروز یه دونه پست میذارم و سنجاقش میکنم تو کانال، 100% استفاده کنید. نکته طلایی برای این بات اینه که ببینید شما میتونید چند تا راه برای افزایش به دست آوردن ارز از این بات استفاده کنید. یکی اینکه شما بتونید مثلا به دوستاتون معرفی کنید. حالا یکی هستش میاد میگه آقا ما نمیتونیم رفرال گیری کنیم و از این حرفا. خب دوستانی که چند تا اکانت تلگرام دارن و چند تا اکانت توییتر دارن یا ندارن توییتر بسازن و زیر مجموعه خودشون بشن. اینجوری هم 10% از هر اکانتشون میره به اکانت اصلی و هم موقع برداشت، الان مثلا من با این اکانتم برداشت میکنم، به همون آدرس کیف پول با اکانت بعدیم برداشت میکنم. با یک آدرس کیف پول میتونید به چند تا اکانت برداشت کنید، به برداشت که رسیدید. اینم از این. و شما لازم نیست کل روز وقت بذارید اینجا. روز 1 دقیقه تا 5 دقیقه نهایتا اگه تعداد اکانتتون زیاده وقت بذارید. مثلا میرید داخل میبینید تسک کانال داره و تسک ربات داره، انجام میدید. برای بعدی هم دیگه میدونید چه تسکایی هست، سریع انجام میدید تا تموم نشد. ببینید این بات چجوریه که میاد به ما درآمد میده. یکی مثل من میاد داخلش مثلا پول میذاره، میگه من میخوام این کانالم مثلا این مقدار ممبر بگیره، این مقدار پول به شما میدم، اونا تبدیل به شیباش میکنن و اینجوری ما میریم خورد خورد جمع کنیم. اینم از طریقش. کانال تلگرامی ما هم 100% از دست ندید. اثبات های برداشت رو میتونید از سنجاق ها نگاه کنید. همین دیروز یکی از ایردراپ ها واریز داشته و پنکیک هم لیست شده، ولی هنوز خیلی راه داره. ببینید اثبات هم بخواید نگاه کنید میتونید چک کنید دریافت این ارز لیست شده و سایت زیلی به هیچ عنوان از دستش ندید. چیزای مهم رو سنجاق کردم. کانال خودتونه، دوست داشتید معرفی هم بکنید. فعلا یا